سلام دوستان ارتش سرخ، به اخبار پرسپولیس خوش آمدید. جوابیه حامد لک به استوری شب گذشته جواد چکش. واکنش حامد لک به شعار هواداران کیسه. دبل سیو امیررضا رفیعی گلر جوان فرصت برای گلگهر، میتونه ضربه رو بزنه. یه لحظه اثر گذاشت اونجا رفیعی در برگشت و فرصت دومین کلین شیت امیررضا. قایم اسلامی خواه گفت وقتی با عبدالکریم حسن برخورد کردم برای چند دقیقه نفسم بالا نیامد. گل زیبای اوستون آرونوف به گلگر. دوباره از چپ آروم آروم جلو میاد ترابی. حالا شوت از راه دور آرونوف و گل! یه سوپر گل از آرونوف. شب خوش هواداران ارتش سرخ.